ایشون مولوی امان الله هست، مولوی امان الله بلوچی. یک ماهی میشه که بازداشت شدن. روز پنجشنبه 22 دی وزارت اطلاعات که چند روز پیشه، یعنی همین پنجشنبه که گذشت، الان سه شنبه است، یه 4-5 روز پیش وزارت اطلاعات مدیران مدرسه دینی منبع العلوم کوهون رو خواسته که ایشون خودشون کوهونی هستن، کوهون سرباز، خواسته ایشون رو بازداشت کردن به همراه حافظ عبدالرحیم کوهی. یک فرد دیگه از مولوی‌ها بوده، مولوی عبید عبدالله پارسا، اگه موفق شدیم باشون صحبت بکنیم، ایشون رو هم رفتن بگیرن بازداشت کنن. اون لحظه در خونه نبودن و جان سالم به در بودن خوشبختانه. و الا الان اومدن این عزیزان رو در وزارت اطلاعات بقیه هم حاضر کردن، تحت گفتن که شما اعتراف بکنید به اون کارهایی که انجام دادید. اینا هم شروع کردن یک سری صحبتایی کردن که بله ما این کارو انجام دادیم، این کار انجام دادیم. یعنی هر چی که جرم و جنایت در اون منطقه بوده رو چسبوندن به اینها. وقتی که مردمی که در جلسه حاضر بودن پرسیدن که آیا واقعا شما این کارا رو انجام دادید، چطور بوده که در این مدت ما همچین چیزی اصلا شما نشنیدیم و ندیدیم، در جواب گفتن شما وضعیت این جایی که ما هستیم رو بهتر از ما میدونید. من بعداً از مهمان عزیز صحبت توضیحات بیشتر رو در این زمینه‌ها میگیریم که چرا این عزیزان رو بازداشت کردن. مثل مجریان مولوی نقشبندی که بازداشت شد، بهش اتهام زدن که هسته تروریستی تشکیل داده، بهش اتهام زدن که میخواسته مولوی فلانی رو از قطر پول گرفته 800 میلیون تومان که بره فلانی رو ترور بکنه. ولی چند روز نگذشته بود که خانواده خود همون فردی که اومده بودن اتهام زده بودن که میخواسته این مولوی رو که بسیجی بود ترور بکنه، نامه دادن گفتن نه همچین چیزی نیست، ما اصلا ایشون رو متهم نمیدونیم، وزارت اطلاعات خودش داره تهمت میتراشه که این عالم اهل سنت رو تو زندان نگه داره و بگیره و بازداشت کنه، اذیتش بکنه. بعد از اون پسرش رو بازداشت کردن، تحت فشار قرار بدن که از پدر اعتراف بگیرن. بعد از اون ملک محمد آبادیان و فرزندانش رو گرفتن که اعتراف بگیرن و نهایتا از برخی از اینها اعتراف گرفتن. 3 سال و اندی تحت فشار شدید قرار دادن ولی نهایتا نتونستن از مولوی نقشبندی اعتراف بگیرن. نهایتا چیکار کردن؟ اومدن و آزادش کردن. همین داستان رو ما داریم روزانه میبینیم برای بقیه اهل سنت. با جناب مولوی عبدالله پارسا که ایشون از اساتید منبع العلوم کوهون بودن هستیم. جناب مولوی عبدالله پارسا، خیلی خوشحالم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید و مشارکت کردین در برنامه بازتاب. خیلی دوست داریم برای ما و برای بینندگان عزیزمون از پرونده که الان وزارت اطلاعات داره تلاش میکنه برای مولوی امان الله بلوچی و حافظ عبدالرحیم کوهی که حافظ عبدالرحیم کوهی فکر کنم از همکاران شما بودن و مولوی امان الله، اگر ممکن هست در مورد شخصیت اینها و کارهایی که داشتن انجام میدادن، فعالیت مذهبی و غیره توضیح بدید و به اینجا برسیم که چرا بازداشت شدن و چرا حتی شما رو میخواستن در کنار اینها بازداشت کنن. پیش من سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همچنین به همه شنوندگان عزیز و بزرگوار. همانطور که شما مستحضرید که 2 ماه پیش، یعنی تاریخ 28 آبان ماه سال جاری، 2 از مولوی‌های فارغ التحصیلان منبع العلوم به نامه‌های مولوی امان الله بلوچی و حافظ عبدالرحیم کوهی که توسط اطلاعات و سپاه پاسداران بازداشت می‌شوند و این 2 بزرگوار که یکی به نام مولوی امان الله بلوچی هست، امام جماعت مسجد منطقه کشتور بود و اونجا مشغول به تدریس بود و حافظ عبدالرحیم کوهی هم در یکی از مدرسه‌های خسرکند هم امام جماعت و اونجا تدریس میکرد. این 2 را بازداشت میکنن و در بازداشتگاه تقریبا حدود نزدیک به 2 ماه هست که خانواده ازشون خبر ندارن کجا دارن نگهداری میشن، به چه جرمی حتی مثلا دستگیر شده‌اند. خب ولی اخیراً جناب مولوی عبدالله عزیز، اخیراً ظاهراً جلسه‌ای رو در وزارت اطلاعات گرفتن و خبرهاش منتشر شده بود و گفت برخی از معتمدین رو خواسته بودن. این بله توضیح بدید ممکنه؟ مولوی امان الله این که الان مثلا 1 هفته پیش که اصلا خانواده خبر نداشت که کجا نگهداری میشه، فقط یک زنگ میزنه به خانوادهش که میگه تا پس فردا خبری براتون میرسه. پس فردا که میشه بزرگوار
کوفوان را به خصوص اساتید بزرگوار و ریش‌سفیدان منطقه را میخواهند اونجا تو جلسه دعوت میکنند زاهدان تو اطلاعات در جناب مولوی عبدالله مولوی عبدالله پارسا صدای شما قطع شده استودیو. خب مجددا به مولوی عبدالله پارسا تماس میگیریم که وصل بشن به استودیو، ظاهرا قطع شدن. حالا قبل از اینکه تماس ما وصل بشه با مولوی عبدالله پارسا، من این خبر رو خدمت شما بینندگان بخونم. یورش مأموران سپاه یا وزارت اطلاعات به مدرسه دینی تعلیم الهدی در سرباز. مأموران امنیتی جمهوری اسلامی به مدرسه تعلیم الهدی راچ در سرباز یورش بردن و با شکستن قفل‌های اتاقها اقدام به بازرسی و زیرورو کردن کتاب‌های دینی کردند. یعنی در بامداد جمعه، یعنی همین جمعه‌ای که گذشت، مأموران سپاه بودن ظاهرا چند بار اومدن مدیر مدرسه یا مسئولان مدرسه رو هشدارها و تهدیدایی کردن و مجددا اومدن حمله کردن. مشاهده میکنید در این تصویر که این قرآن هست افتاده روی زمین، این کتاب‌های دینی هستن. فقط یک عکس هست، بقیه تصاویر ویدیویی هست در این زمینه. فکر کنم اگر موفق شدم پیداش بکنم نشون میدم خدمت شما. ولی طبق این گزارش قفل‌های مدرسه رو شکستن، وارد مدرسه شدن. در زمانی هم وارد شدن که کسی نبوده اونجا، هیچ نامه و برگه هم به دستشون نبوده. اومدن همین چیزو ریختن اینور اونور و گشتن و به قول خودشون دنبال سلاح بودن. پشت قرآن ها به دنبال خودشون، به قول خودشون دنبال سلاح بودن. هر چی بوده رو از انداختن اینور اونور زیر رو کردن و هیچ چی هم ظاهرا نشده و دوباره جمع کردن و رفتن. این اقدام باعث نگرانی مردم منطقه شده و همچنان این نگرانی هست که چرا وزارت اطلاعات و سپاه دست به همچنین کارهایی رو توی منطقه میزنه، دست به بازداشت افراد میزنه، دست به شکنجه افراد میزنه برای اینکه یک سری صحنه‌سازی ها و برنامه‌هایی رو انجام بده و ساده و رک و پوست کندن در این زمین صحبت نمیکنه. برخی حالا تا فرمایش میکنه که مهمان عزیز وصل شدن. جناب عبدالله پارسا ممکن هست که بیشتر توضیح بدین در مورد پرونده مولوی امان الله و مولوی عبدالله. شما گفتید که قبل از یک هفته قبل هیچ کس نمیدونست اینا کجا بودن، نهایتش تماس گرفته و به خانواده خودش گفته 2 روز بعد یه اطلاعی از ما به دست شما میرسه. بعد از 2 روز وزارت اطلاعات، مسئولان حالا وزارت اطلاعات سپاه یا وزارت اطلاعات مرکزی، مسئولان مدرسه دینی منبع علوم کوهن و بزرگان و ریش‌سفیدان و خواستن و بردن زاهدان در یک جلسه اینا رو جمع کردن. چه شده اونجا؟ بله، وقتی که این علمای بزرگوار و ریش‌سفیدان منطقه وقتی میرن در حضور همون اطلاعاتی ها و سپاهی و اینا مولوی امان الله صاحب را میآورن اینجا در حالی که دفتر زده اونا و با لباسه های همون بازداشت میارن اشتریه در حالی که آثار شوفتگی و آثار یعنی بگم که خستگی و اذیت و آزار از رویش معلوم میشه که تحت شکنجه بوده. یعنی فقط مولوی امان الله رو با یک وضعیت آشفته میارن اونجا جلوی جمع، ولی مولوی عبدالرحیم رو چه اون یکی بازداشت شده دیگر رو نه از حافظ عبدالرحیم نه اسم حافظ عبدالرحیم اصلا نمیبرن تا حالا هم حافظ عبدالرحیم معلوم نیست دستشون هست کجا نگهداری میشه اصلا خبر نداره. مثلا خانواده عزیزش هم حاضر ملاقات دادن تا حالا جوابی هم ندادن. این دو نفر رو تقریبا با هم بازداشت کردن. آره در یک روز هر دو با هم بازداشتن، یکی در ناشر و یکی در سرباز، ولی در همین یک لحظه در همین یک وقت یک میگم عرض تاریخ، ولی از اون خبری تا حالا نیست. شما چه فکر میکنید چرا از اون خبری نیست؟ جان؟ چرا به نظر شما چرا از مولوی حافظ عبدالرحیم کوهی هیچ خبری نبوده، فقط مولوی امان الله رو تو جلسه حاضر کردن؟ وقتی که خانواده عزیز بهشون گفتن که چرا ملاقات نمیدی، چرا اونو نمیاری، گفتن که تا حالا اون تکمیل نیست، مثل این که تالا زیر شکنجه هست و چیزی که اونا میخوان شاید قبول نمیکنه. درست. شاید بنظرم همینه دیگه چیزی نیست. وقتی که هر تا هم پرونده باشن اونجا چند تا چیز دیکتایی برشون میگن که آقا اینطور گروه‌های بمبگذارایی تو منطقه ما بوده همه به عهده بگیر، اونم عهده میگیره. وقتی که یکی از ریش‌سفیدان و بالخصوص حافظ عبدالله وقتی بهش میگه که وقتی چند مدت پیش ما بودیم اصلا حرفی نشنیدیم، اصلا یعنی حرفا از تو نشنیده بودیم، چجور رفتی این کارو کردی داری اعتراف میکنی؟
در جوابش گفته که شما وضعیت اینجا رو از من بهتر می‌دونید که من در چه وضعی هستم و این یعنی هم می‌ذاره فوراً اطلاعاتی دستش می‌گیرن میبرن داخل. یعنی مولوی امان الله در اون جلسه شروع کرده به صحبت برخی مثلا من کارهای تروریستی انجام داده از این حرفا مثلا شروع کرده به گفتن. وقتی مردم ازش پرسیدن که تو این جمع بودن از معتمدان گفتن خب چطور شد که قبلا این حرفا رو نمیزدی؟ گفته که شما وضعیت این منده رو در این مکان بهتر میدونید. یعنی اشاره کرده به مسئله شکنجه. آره شکنجه منظورش این بود که من زیر شکنجه هم به خدا، یعنی اگر هر کس حتی من خودم که مثلا اسم منو بردیم اگر من میدونم الان حرفام همینه ولی اونجا برام زیر شکنجه انسانم آخر وقتی که اینها آزار جسمی روحی حتی جنسی میدن انسان مجبور میشه آقا دیگه چیزی که ما بدش و چی از من میخواد تا بگید من اونو برای شما بدم مجبور میشه تا من اعدام میشم هر زودتر از این رسوایی این زندگی میدید مجبور میشه آخر. جناب آقای مولوی عبدالله اجازه بدید من مشخصا این سوال رو هم از شما بپرسم که یعنی اون روزی که این دو مولوی رو بازداشت کردن دنبال شما هم اومدن که شما رو بازداشت کنن؟ آره دنبال من هم اومدی بودن با دستگاه بدون از که مجوز ما نشون بدن آمدن تو خونه ما و با دستگاه میخوان بمب نگاه کن پیدا بکنن و اسلحه نگاه کن. من گفتم اون خونه در خدمتتونه هر چی نگاه میکنی نگاه بکن اگر اسلحه داشت اینجا من داشت یا اینجا بمب اینجا ما پنهان کردیم یا خفه کردیم جا نگاه میکنیم نگاه کردن حتی یک قشنگی هم اونجا از دستشون نرسید. شما کجا بودید خودتون؟ من بودم اونجا من همونجا بودم ولی یکی از خودشون بود هم حتی از خودشون بود گفت نه الان نزدیک نه یا الان وضعیت خیلی خطرناکه شما بعد چند روز ما می‌بریم شما رو اونجا بعد شما رو به شما تامین میده چون که مشکوک بودن اومدن تو خونه چیزی که هم نشد شما هم صبر کنید دو سه روزی می‌بریم اونجا بعد اینا رو توجیه کنید. ما هم گفتیم چشم از خودشون بود هم. ببینید جناب مولوی یه خورده بعض وقتا صدا میپیچه من برای اینکه بهتر واضح بشه این موضوع یعنی زمانی که اومدن خونه شما رو تفتیش کردن شما حاضر بودید اونجا؟ آره من بودم و شما رو بازداشت نکردن. اگر شما رو بازداشت نکردن شما چرا خارج شدید از منطقه؟ بله من به این خاطر که یکی از خودشون گفت دیگه اونا مشکوکیت پیدا کرده بودن اومدن خونه نگاه میکنن ولی مشکوکیتشون رفت شد دیگه فقط شما صبر کنید ما بذاریم اونجا شما رو بعد اونا مثلا اگر شکی دارن شبهه دارن شما رفت شبهه کنید گفتم چشم. بعد از 2 روز یا 3 روز بود تقریبا یادم نیست بود رفتیم یه جایی یکی از نمایندگان خود آقای ظریفی بود از مقام بالاتر اومده بود اونجا من هم بردم اونجا گفت بله شما بیایید چند تا بمب پیدا کنید که در عوض این بمب ها ما شما رو تامین میدهیم اتفاقی هم متهم هستن اونا رو هم تامین میدیم این دو تایی که ما اونا رو دستگیر بازداشت کردیم اونا رو هم در همین لحظه الان میخواد آزادشون کنیم. گفتم اینجا رفع شبهه کنم شما اومدید اینجا که رفع شبهه کنید نه اینکه من بمب بیارم بمب از کجا بیارم شما بمب بدید جناب مولوی عبدالله گفتم که شما بیارید بله ادامه بدید من صداتون برای لحظه قطع شد بفرمایید. گفتم من از کجا بمب بیارم من اهل بمب نیستم همین منو میشناسم من اون مدرسه یک مدرسه مشغول به تدریس قرآن و حدیث بودم من اومدم تا این مردم و این بچه‌های مردم رو درس بدن این چیزو که ناامنی نکنید تو منطقه تا اشرار نشن به قول خودشون به اصطلاح خودشون توریست نشن نه اینکه من خودم بیام این کارا بکنم. کدوم انسان عاقل حاضره که بیاد تو منطقه خودش امر بکنه؟ هیچ انسان عاقل و هیچ منطقی اینو قبول نداره بیاد منطقه خودش رو امر بکنه. الان دقیقاً اتهامی که به این عزیزان زدن چی بوده؟ جان دقیقاً چه اتهامی رو الان دارن به حافظ عبدالرحیم کوهی و مولوی امان الله بلوچی میزنن که به شما هم دقیقاً همین اتهاما رو اونجا اومدن نسبت دادن؟ میگن این بمبگذارهایی که نمیدونم در ظرف 8 سال یا 7 سال به قول خودشون بودن اینا همه گناه کردن اعتراف کردن در حالی که این بمبگذاری ها شما رو نگاه کنید که وزناق جیش العدل نگاه کنید جیش العدل همه اینا رو بر عهده گرفته بر خودش باز همین مسئولین میگن همین ها خودشون فکر میگن که اینها گروه مستقلی بودن. چجور گروه مستقلی بودن؟ اینا بمبگذاری ها جیش العدل بر عهده خودشون میگیره
و اینها اگر چند نفر دیگه معلم و نمیدونم بسیجی کشته شده اند، حالا چرا نصیرآبادیات در زیر بازداشت شما ترازیر شکننده شما هستند؟ انسان اصلا عقلش قبول نمیکنه داره چیکار میکنه چیکار نمیکنه. شما پس معتقدید که این عزیزانی که بازداشت شدن در تناقض آشکاری در بین صحبت‌های مسئولان وجود داره؟ چون از طرفی میگن که 7-8 سال پیش هر چی بمبگذاری تو منطقه بوده میگه همینا انجام بودن، در حالی که همین صحبت رو برای 33 نفری که در نصیرآباد بازداشت کردن که 9 نفرشون 10 نفرشون همچنان بازداشت هستن، همین اتهامات رو دقیقاً همون وقت برای همین عزیزان به کار بردن. یعنی هر بار هر کسی رو بازداشت میکنن همین اتهامات رو بهشون میزنن. بله همینها عین همین بمبگذاری که بودن چند نفر رو اعدام کردن، چند نفر رو فراری دادن، چند نفر رو تو زندان بردن بازداشت کردن تا حالا که بازداشت 10 نفر همینم بیشتر کمتر از بچه‌های نصیرآباد اونجا زیر شکنجه‌های اونها قرار دارن. چرا علتش چه هست؟ به چه هدفی دارن؟ چرا میخوان کسانی که تو منطقه فعال هستن رو با این اتهامات بازداشت بکنن؟ والله خدا بداند که مقصود چیه، ولی به نظر من برای بنده اونهایی که کسایی هستن که منطقه میخوان بقای خودشون این تأمین بکنن، یعنی میخوان این منطقه ما را زیر تسلط خودشون بیارن، اونها دارن این کار شاید مسئول سطح بالا از این خبر نداشته باشن، ولی کسایی که اینجا داخل هستن تو منطقه هستن اوضاعی شدن. مثلا من به طور مثال میگم وقتی که من نگاه کنید تو منطقه ما خیلی که کوه زمین نداری که برای خونه بسازی، باید بلدوزر بیارید 10 میلیون 20 تومان خرج کنید تا یک ساختمان درست کنید. من هم یک مولا بودم آوردم یک دستگاه اونجا زمین رو صاف کردم چند سال پیش و بعد الان شروع کردم خونه درست کردم. سپاه اومد بالای کوهی که خونه من هست اونجا را برزک زد. گفتم نزن اونجا برزک نزنید، ما انسان غیرت داریم، مسلمان، شما ادعای جمهوری اسلامی میکنید، چطور بالا رفتی برزک زدید در حالی که خونه من در دید شما هست، در دید شما همین سربازایتون هست. رفتم ایواش با گفتمان نرمی صحبت کردم نکنید این کارو. چند بار که رفتم آخرین بار گفت بابا شما که هستید، ما عبدالمالک رو از هوا آوردیم پایین، شما که هستید. حالا انسان اگر همین آور ظریفی هست یا اطلاعات رو میدم، بچه‌های اطلاعات رو میدم، مسئولین رو من میگم این حرف رو منو گوشن، اگر به جای من میبودن من میرفتم بالای پشت بام خونهشون یا کوهی که بالای خونهشون میبود و بچه هایشون خونه هایشون در دید ما بودن، چی واکنش انجام داد، چه کار میکردم؟ ولی باز هم ما دست به هیچ اقدامی نمیزدیم، ما به هیچ چیز فقط ما راه ما گفتمان بود. متشکرم جناب مولوی. چون خود همین سپاه یکی از بچه‌های همین سپاه تازی یکی دیگه بچه‌ها گفته بود که این بیچاره‌ها این اهالی این منطقه چیزی نمی‌کنن، ولی این پایگاه خودش داره هر روز برای هر یکی داره یک پرونده تشکیل میده الکی. متاسفانه من پرونده هم تشکیل شده دیگه، من زیر نظرم حالا مجبور شدم این کارهایی بکنم که مثلا منو ببرن که بازداشتگاه، نه این بهانه این آمده برای این مثلا اعتراض بکنه انتخاب بکنه، این بهانه که مثلا بمبگذاری کرده. ممنونم جناب مولوی. متشکرم جناب مولوی امان عبدالله عزیز که با ما همراه بودید. وقت برنامه تموم شده، مجبورم که با شما خداحافظی بکنم. خیلی دوست داشتم بیشتر در این زمینه صحبت بشه و زوایای بیشتری از این بحث آشکار بشه، چون شما دارید خیلی ریز جزئیات رو دارید یک به یک توضیح میدید و از دردها و مشکلات منطقه بیان میکنید.